الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله. اما بعد، سؤال آمده است که اگر کسی مشرک را مشرک نگوید، مثل مرجئه ها گوید که مشرک یعنی یک انسان شرک اکبر را اگر انجام بدهد عملش شرک است، اما ما خودش را مشرک نمیگوییم، اول حجت میرسونیم بعد مشرک میگیم. ما گفتیم این سخنش باطل است، این سخنش مخالف بر قرآن و سنت، مخالف بر صحابگان رضی الله عنهم سلف این امت است. و اجماعی که بر این مسئله نقش شده است، هر کسی که شرک اکبر را انجام داد یک بار این انسان مشرک گفته می شود و قیام حجت و غیره لازم نیست بجز اکراه. سوال اینجاست که آیا از پشت این چنین انسان هایی که به مشرک عذر می دهند، مشرک را مشرک نمیگویند و عملش را شرک میگویند و غیره و غیره، جایز است یا نیست؟ البته از پشت این چنین انسان ها نماز خوانده نمی شود. از پشت این چنین انسان ها نماز خوانده نمی شود، گرچنده که یک باره اگر به سبب شبهه یک انسان های عادی باشد، انسان های مثلا طالب علم یا عادی یک انسان های طالب علم و عالم نباشد، یک انسان عادی باشد، مشرک را مشرک نگوید به سبب شبهه، به سبب اینکه گوید ما اول حجت میرسونیم و میرسونیم، ما اینها را تکفیر نمیکنیم، ما اینها را تکفیر نمیگیم، میگیم این عملت کفر است. ما به همون انسان حجت میرسونیم که این عملت کفر است، یعنی مشرک نگفتنت کفر است، تو توبه کن، من به تو حجت و بعد از اینکه حجت رسید و نه من قبول نمیکنم و فهمید حجت رو قبول نکرد، بعد از این تکفیر میشد، کفر میشد، به سبب مشرک رفتن کفر میشد، برای اینکه این شکننده اسلام است. سومین شکننده اسلام چی است؟ شیخ که محمد بن عبدالوهاب به اجماع علما نقل میکنند من لم یکفر المشرکین او صحح مذهبهم او شک فی کفرهم کفر. هر کسی که مشرکین تکفیر نمیکند، کافر نمیشمارد، مشرک نمیگه، یا که مذهب مشرکین صحیح میداند یا که شک در کفر بودن مشرک میکند، این مشرک است، کافر است. از همین جهت ابن تیمیه رحمه الله گفتند هر کسی که رافضه رو دید فهمید که اینها شرک انجام میدهد، بعد از این صحابگان لعنت میکند و غیره و غیره، همون دید و دانست و فهمید و کافر نگفت و مرتد نگفت و تکفیر نکرد، خودش کافر است. یعنی مشرک کسی که دیده و دانسته مشرک نمیگه، خودش مشرک است، خودش کافر است. اگر عالم باشد و دیده و دانسته این کار کند، اما اگر جاهل باشد از سبب تعویل، از سبب جهل مشرک نگوید، ما به وی حجت میرسانیم بعد تکفیر میکنیم. اما از پشت این چنین انسان هایی که عادی باشد هم این عملش کفر است و کفر بینت خطیر است، نماز نمیخونیم، بینت این عملی بد است و بدعتی کفری بد است. برای من هر کسی که مشرک نمیگد به مشرک عذر بالجهل میدهد، به مشرک عذر بالجهل میدهد، عملش شرک است و خودش مشرک نیست میگد، یا شرک فقط شرک اعتقادی میگد و به تکذیب و جهل و استحلال میبرد، شرک عملی و شرک قولی قبول ندارد. از پشت این چنین انسان ها نماز خونده نمیشود، از پشت این چنین انسان ها نماز نخوانید. این قول علمای اهل سنت و جماعت است. نظر کنید به کتاب های علماء النجد، نظر بکنید به سخن ها و کتاب های شیخ حمود بن عقل الشعیبی، نظر بکنید به کتاب های شیخ علی بن خضیر الخضیر حفظه الله و فك اسره و سلیمان العلوان، و این به اجماع علمای اهل سنت و جماعت است. بارک الله فیکم.